سلام دوستان، امیدوارم که عالی باشید. خزایی هستم با قسمت 6 افزایش تمرکز. در جلسه پیش اثبات شد که برای افزایش تمرکز و بهبود عملکرد کمی استرس رو باید به کارهامون اضافه کنیم. حالا چطور این استرس رو باید یکم زیاد کنیم؟ بذارید با یک سوال شروع کنم. چرا اغلب افراد در فشار یا دقیقه 90 عملکرد بهتری دارن؟ احتمالاً خودتون تجربهش رو دارید که چند ساعت به امتحان هم سرعت مطالعه بیشتری پیدا کردید، هم همه مطالب رو خیلی عالی یاد میگیرید. اغلب هم وقتی دارید میرید توی جلسه آزمون فکر میکنید 3 روز از فرجه امتحان فقط یک فصل خوندم، اما چند ساعت قبل از امتحان تونستم 3 فصل رو بخونم. یا اینکه چرا در طول سال اینقدر کم متوجه درس ها بودم اما شب امتحان خیلی خوب متوجه می شدم. به طور کلی وقتی برنامه شلوغ تری داریم توی یک روز اتفاقاً به همه کارها و برنامه ها می رسیم، اونم با کیفیت بیشتر. این قضیه رو قانون پارکینسون میگن. این قانون میگه برای هر کاری هر قدر که زمان در نظر بگیرید به همون اندازه طول میکشه. پس برای کارهاتون تاریخ یا ساعت اتمام در نظر بگیرید. حالا اگر آدمی هستید که کلاً خیلی استرسی هستید، برای کارهاتون یه مقداری وقت بیشتری تعیین کنید. و اگر مدلت آدم خیلی بیخیالیه، وقت کمتری برای هر کار تعیین کن. در واقع شما دارید برای کارهای ضروری و مهمتون ددلاین تعیین میکنید. ددلاین مثل آتیشی هست که اگه شما زمان کمتری برای کارهاتون در نظر بگیرید، در واقع انگار یک آتیشی با شعله بزرگتر دارید ایجاد میکنید. حالا فرض کنید با این آتیش خدای نکرده خونه شما در حال سوختن باشه. خب اولا هرچی این آتیش بزرگتر باشه، تلاش شما برای خاموش کردن این شعله بیشتر خواهد بود. از طرفی آیا شما توی لحظه سوختن منزلتون تشریف میبرید ایمیل یا اینستاگرامتون رو چک کنید، یا بشینید مثلا یه سریال ترکیه‌ای ببینید، یا با رفیقت یه دست پلی استیشن بزنی؟ چون فرصت کمی داری، اونم برای ضروری ترین کارت که الان خاموش کردن آتیشی است که خونه رو داره میسوزونه، یعنی در زمان کمتر اولویت تو پررنگتر میشه و با توجه و تمرکز بیشتری میری سراغ خاموش کردن آتیش. از طرفی شما در زمان کمتر مسئولیت پذیرتر عمل میکنید و دیگه زمانی برای کارهای غیر ضروری اصلا ندارید که بخواید وقتی رو تلف کنید براش و نتایج بهتری میگیرید. پس در مرحله اول با تعیین زمان اتمام کار استرسمون رو افزایش و کار رو با اولویت و مسئولیت بیشتر به نتیجه بهتری برسونیم. امیدوارم این مطلب براتون کاربردی بوده باشه. اگر اینطور بود لطفاً ما رو به دوستانتون معرفی کنید.